تا حالا به این فکر کردی که چطور صفحات وبی که هر روز میبینی ساخته میشن؟ مثلا همین صفحه اینستاگرام یا وبسایتایی که دوست داری. همه اینها با کمک دو زبان اصلی HTML و CSS ساخته میشن. سلام، زهرا هستم و اینجام تا بهتون کمک کنم HTML و CSS رو یاد بگیرید و اولین وبسایت خودتون رو بسازید. و اما HTML چیه؟ HTML مخفف Hypertext Markup Language، یعنی زبانی برای نشانه گذاری یا قالب بندی متن‌ها در صفحات وب. با استفاده از HTML ما میتونیم به مرورگر بگیم که هر بخش از صفحه وب چه نوع محتوایی رو نمایش بده. HTML زبان استاندارد برای ساخت صفحات وب. هر صفحه‌ای که تو اینترنت می‌بینی با HTML ساخته شده. HTML به ما اجازه میده محتوای مختلف مثل متن، عکس، لینک و ویدیو رو توی صفحه وب قرار بدیم. HTML ساختار صفحه وب رو توصیف میکنه. این یعنی با استفاده از HTML ما تعیین میکنیم که هر بخش یک صفحه چطور نمایش داده شه. مثلا میتونیم بگیم که یک قسمت از صفحه عنوان بشه، یک قسمت پاراگراف یا یک قسمت لینک به سایت های دیگه. HTML از یک سری المان تشکیل شده. المان ها همون قطعات کد هستن که مشخص میکنن هر قسمت از صفحه چه نوع محتواییه. مثلا برای عنوان از المان H1 استفاده میکنیم و برای پاراگراف ها از المان P. المان های HTML به مرورگر میگن که محتوا رو چطور نمایش بده. مرورگر وقتی یه صفحه HTML رو میخونه از روی المان های HTML متوجه میشه که هر قسمت از صفحه چه نوع اطلاعاتی رو باید چطور اون رو نمایش بده. مثلا یه متن که در تگ H1 قرار داره رو به عنوان عنوان صفحه و با سایز بزرگ نمایش میده. المان‌های HTML به محتوا برچسب میزنند. یعنی هر بخش از صفحه با یک برچسب یا تگ مشخص میشه. مثلا این یک عنوانه، این یک پاراگرافه یا این یک لینکه. این تگ ها به مرورگر میگن که هر بخش چیه و چطور باید نمایش داده بشه. CSS چیه؟ CSS مخفف کاسکیدینگ استایل شیتس، یعنی شیوه نامه آبشاری. این یه زبانی که به ما کمک میکنه ظاهر صفحات وب رو کنترل کنیم. و اما چه کاری انجام میده؟ CSS به مرورگر میگه که المان‌های HTML مثل متن‌ها، عکس‌ها و لینک‌ها چطور باید نمایش داده بشن. مثلا میتونیم با CSS تعیین کنیم که رنگ متن‌ها چی باشه، اندازه فونت‌ها چقدر باشه و یا فاصله چطوری تنظیم بشه. CSS باعث صرفه‌جویی تو زمان میشه. به جای اینکه برای هر صفحه وب به طور جداگانه استایل تعریف کنیم، میتونیم با استفاده از یک فایل CSS ظاهر تمام صفحات وب رو یه جا کنترل کنیم. این یعنی فقط یه بار تنظیم استایل رو مینویسیم و همه صفحات از همون استفاده میکنن. فایل های CSS چیه؟ استایل هایی که با CSS مینویسیم توی فایل های جداگانه به نام فایل های CSS ذخیره میشن. این فایل ها رو میتونیم به هر صفحه وب متصل کنیم تا همون استایل ها رو برای یک یا چندین صفحه به کار ببریم. خلاصه اینکه اگه بخوام خودمونی بگم، تصور کن یه ساختمون در حال ساخته شدن. HTML مثل اسکلت این ساختمونه. تمام ستون‌ها، دیوارها، طبقات با HTML ساخته میشن تا ساختمان یه ساختار منظم داشته باشه. اما یک اسکلت به تنهایی زیبایی نداره. درسته. اینجاست که CSS وارد میشه. CSS مثل رنگامیزی، تزئینات و چیدمان داخلی ساختمونه که باعث میشه ظاهر اون به شکل زیبا و جذاب در بیاد. بدون CSS صفحات وب فقط یه سری متن‌های ساده و به هم ریخته هستن. اما وقتی CSS بهشون اضافه میشه، این صفحات جون میگیرند و به شکل زیبا و دلپذیر دیده میشن.